هی به من میگن تو آدم عصبانی هستی، نمیشه دو کلمه باهات حرف زد. معلومه که عصبانی به نظر میرسم. به خدا من تمام لحظات زندگیمو در حال جنگیدن بودم با خودم، با همه چی. میگم یه سری هم هستن یواشکی قصه میخورن، بهشون تهمت بیخیالی نزنید، اینا خیلی تنها. من میگم 75% بدن انسان آب نیست، فکر لاماست، همش فکر. میگم هرچی سنت بیشتر میشه معنی زل زدنهای بابات به فرش رو بیشتر میفهمی. من خیلی چیزا رو به روم نمیارم، ولی یه گوشه از قلبم واسه تمام چیزایی که حقم نبود ولی همش رو تجربه کردم درد میکنه.